مادران را پاس دارید، بهزی مادر شانه نیست. السلام علیکم بیننده های عزیزی ما، سلام میرسانیم به هر یکی شما. من امروز ما آمدیم به دهه عزیزی خود و خانواده ظاهرمک برای تبریک کردن مادر عزیز و مهربان با گلخانه را امروز تبریک میگوییم. آن لحظه های خرسندی و خوشبختی را پیشکش شما میکنیم که امروز پر از احساسات میشد امید کرده آمدیم. کنی رفتیم کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. السلام علیکم پدرجان های عزیز، السلام علیکم مهمانان خانواده ظاهرمک، السلام علیکم مادران مهربان. همه شما را به امروز روز خرسندی خوش آمدید میگوییم. قدم های شما را نوری دیده تاج بر سر میخوانیم. برای امروز به ما معلوم کردن که مادر عزیز خاندان طول چندین سالها همراهی پدرشان مهنت‌های حلال کرده سه فرزند اصیل را به وای رساندند. امروز مادری مهربان زاد روز دارند. ماهی گلخانه تا خرسک زنیم همراهی ظاهرمک تکلیف میکنیم. مرحبا. السلام علیکم. فرقش نیست. دل به کدام طرف نزدیک همون طرف نیسته. امروز روز خرسندی. من چخیلی که ظاهرمک هر دویتان شما را بینم یک انسان‌های زحمتکش، مهنت دوست، خاکسارترین ها هستید. بگذار انم خیلی صحت سلامت همراهی خالجان عزیز عمری دراز بینه. صحت سلامت در سری فرزندها سایبان شده سر و برش گشته نصیب کنند. حضور و حلاوت فرزند و نبیره ها را بینید. کلین پاشا در اطرافتان خدمت کرده پروانه شده گردند. همیشه در سر اینها سر و برش شده گردید. در آینده خداوند کریم نصیبتان گرداند. حاجی بابا حاجی آنه شدند. با گلخانه زادروزی امروزه مبارکباد میگوییم. مولود خجسته را صمیمانه مبارکباد میگوییم. خدا نصیبتان گرداند. مانندی مادرجان عزیز مهیانه عمری دراز نصیب گرداند. یکی از زنهای فعال هستند در هر یک توی و مراسم ها. البته جاده خود را دارند. خداوند عزیز ایزی همین ها را زیر کرده باشه. البته امروز زادروز را برای شما مبارکباد میگوییم. شمایان را تبریک کنی آمدیم از نام فرزندان، از نام متیایتی فرخ جان، از نام منظور بانو. گفتم که امروز برای ما تا حال خدمت میکنند، تا حال کار میکنند، از پس زندگی هستند، میخواهند که به ما یاری دهند. از این دم ما فقط میخواهیم در سر ساق و سلامت سایبان شده گردند. برای ما بخت و تخت و دولت است. گنجینه بی‌بهاترین ما هستند. مادرم را دوست می‌داریم. مادرم برای ما یک چشمه خشک نشونده مهر، یک گلی دسته که خزان نمیگردد مادرای من هستند. همیشه شکوفان شده گردند. برایشان رسانید که ارزد به هر دو دنیا یک حرف نامی مادر. بعدی خدا و قرآن باشد مقامی مادر. گر شاهم و وزیرم، سلطان یا امیرم، دنیا به دست گیرم، هستم غلامی مادر. مادر مرا بیزاده است، آغوش مهر کشاده است، شیری سفید داده است، خوش است نامی مادر. صرفی حیات من شد، صرفی نجات من شد، صرفی نشاط من شد، هر صبح و شام مادر. صدها عروس دلبند، صدها نکوی فرزند، هم قدر هیچ نبود بر یک پیامی مادر. امروز فرزندها برای من چندین بار تاکید کردند که ما از هیچ کس کم نیستیم. در حقیقت از روی آنها بینیم مگر چقدر که نور میبارد در سر پدر مادر دارد. انسانی که در سر پدر دارد، در سر مادر دارد، از هیچ کس کم و در دل کینه‌اش نبوده است که همیشه در سر ما هستند، مادر ما هستند. امروزه مولود خجسته را مبارکباد میگوییم. مادران عزیز یک شعر خواندم به نزدیکی عرض دل فرزند به مادرش که مادر چقدر یک انسان نیکنام هست. گفتم که مادر که 15 سال یک رومال را در سر میبندد برای فرزندش میگفته است که رومالم حالی نو است و این رومال را دوست میدارم.
این از بزرگی مادران. آن کاری که مهنت میکنی، آن پولی که میابی برای خودت خرج کن. تو مهنت میکنی، لیکن خودشان مهنت کردن، خودشان زحمت کشیدن، خودشان پستی و بلندی های زندگی را دیدن. اینها پدر و مادر هستند، از آنها شمایید. ظاهرا من امروزه بایرامی که در خاندانتان شده است دست مبارکباد میگویم. در حقیقت با مهنتی حلال کلام کردید که من امروز راحتی آنها را میبینید. آنها چقدر که در چشم اشک حلقه بسته گفتند که دوست میدارم هر دویشان را. پدرم برسانید که ای پدر جان خاک پایت میشوم، وقتی پیری من عصایت میشوم. با همه دار و نداری زندگی روی حولی کفش پایت میشوم. امروز زاد و روزتان مبارک باشد. حاضر ظاهر من پیش از همه یک خودتان تبریک میکنید. مرحبا. وای بگو اونجا در آن چینی اول میشه من یا توش خود هستم اصلی مو سال سلامت باشه اصلی بچه ها اصلی سلامت تو سلامت باشه رحمت مبارک باشد. حاضر و جایی که دست شما میبینیم که کتابی از همه قیمت بهاترینه برای انسانیت، برای باطنی ما را قوت‌تر کردن. کتابی قرآن که برای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شده است. برای پدر و مادر می‌بیاریم تاجی سر کنن، نور دیده کنن. مرحمت پیششان من نزدیک‌تر بیارید. مرحمت. مبارک باشد. زاد روز مبارک. البته در دست فرزندان باز شیرینی و گلدسته ها هست. گلدسته ها را برای مادر جان عزیز میسپاریم. مرحمت. 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 شیرینی را البته کارخانه‌ای تیار میکنید. بیار نازیه بانو، بیار برو که چیزاشه داره در تنگش کلید پاشو داره. امروز 15 ساله شده نه؟ این طرفش بانو عرب تو 15 ساله بگذار علم خیلی بهار عمر را صدهای دیگر را بینید. گولا گیرید در دستشان. منظورا بانو گیرید. کار در دستشان را. داره بیاد هم. دست بیرید که بیارید کنی هر دیاشون فقط تناول کنن. زادروز مبارک. بگذار حیات پرمزمان نصیبتان گرداند. مبارک باشد. رحمت. حاضر مهمانان عزیز یک تا سخنهای نیک و نکو را میشنویم. در اینجا باز یک توفه ارزنده و زیبنده است برای مادر جانشان. عکس‌های خاطرمان پرتره. مرحمت برای مادر جان عزیز میسپاریم. وقت خرسک زنه مبارک باشد. حاضر مهمانان عزیز مهیانه الان تو 6 دقیقه شروع کرد دعا کنید شما برین پیر شوند. مرحمت. خوش آمده همه خیشتاورها حق همسایه ها شما هم یک کدام به درگاهی مای گلگتی زایر جان خوش آمده نورکی دیده تاجک سر لای منکا به عمرکی دراز رزقت که فراغ دیا پوشا پیر شوم پیری به دولت شوم اونی کنن اوسی کنن فرزندکای کلون کردن حضور حلاوت فرزنداش نبینن خدا نوره ایوره چوره یکا برسن هم یکش توی کنن تماشا کنن الهیم هم ماشون 100 ساله 120 ساله شوه الهیم
به درد پیغان شوند. همه یکاتون خوش آمدین را که دیدن تاجکستان. رحمت مهایانه حاضر از نام خداها با علیمه مهربانی ما تبریک میکنند. مرحبا. السلام علیکم همدیاران عزیز، خواهرکان محترم. من از این فرصت استفاده بودم خدا هم خواهری بجان دل برابر ماهیکل را با این روزی زادروزشان تبریک و مبارکباد می نمایم. بیگدار در این حولی نیوره ایوره ها بسیار شوند. با ظاهر جان کوشه قریب کردن زندگی بسر برند، حضوری بچه های بینند. من از نامی فرزندان میگویم به نورش گرچه این خورشید خاور فرا گیرد جهان را سراسر، نمیگردد ولیکن آن برابر با این پرقوتی با مهر مادر. مهر مادر دایم ما پرقوت باشد برای فرزندان، دایم ما ساخ و سلامت باشد. ماهی گلای مبارک باشد. علای نعمت پیش شما نزدیکتر بوده تبریک کنید. برید. سلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. خوش آمدید به درگاه خواهری عزیزم ماهیگل جان. ماهیگل پیر شده، پیری به دولت شده، هیچ دست کم و روزی بده نبینه. اپیشته که فرزندکاتون روزای نغز بینه، حرمت کنن، عزت کنن، هم یکاشون ساق باشن، سرکتون به سلامت باشن. شما هم سرک هم یکا به ساق سلامت گرده. سر و دره بعد پیر شوید. شما خواهرز نه خواهری عزیزم. رحمت باز خدا با دوام میکنن. مرحبا. رحمت مایگل من همین روزات مبارک شود. الهی زاید پاچم کتی پوش پیر شوی. من انجنوی کلملا انمی فاروق جان انمی مادیا همین گفتنی هستم. او بیچشمم گردی ریزد، او بیهوده نیست، در غمی مادر نریزد، او بی او از دیده نیست. در غمی مادر شریکم چون که آن قرضی من است. از پی مادر نباشم نام من فرزند نیست. مایگل الهی من همه فرزندکامون فقط از پیکامون باشم. من همه حولیات پر از نویره ها باشد. الهی همه خیلی روزود گنده روزود من همه خیلی گذرم. من هم خیلی در سکون پرفیض با برکات الهی همه وقت همه درگاه رست روزی یکت کنده نشود. زایر پاچام کتی پوش پیر شد، پوش پیر شد. باز یک بار زاد روزت مبارک شد. مایگل جان رحمت قلگ آلین قدم ایام انگیز مبارک. شلای بخن زمانده تو گلگنگ کن مبارک. مایگل yüz bahardan göreyim. Bala çıkanı başına sağ sağlar. Dünya tüyen çatırayım. Başlarını huzur halavatını göreyim. Allah hamamızı rızk havası yapsın. رحمت تشکر دیمز. مبارک بولسن. این است رفتن تو پیشی مردکان میکنیم. جوان پدر ظاهر آمد با خوش آمدیدان. وزیر حسین آمد، حسین بابا. انامین یکی از پیرها نورانیانی انامین دهه عزیزی ما شرکت تبریک میکنن. مرحمت. Buradan azıcık doğru. این بیوش کلمو قدرو زمان مبتین شود. نوشو اونی کنن، نوشو کنن، توی تماشا کنن. چی نیت دارن نیتشو برسن. مخیلی باشن. رحمت. رحمت. باز تبریک میکردگی ها از نام خداها و با جهشان تبریک میکنن. صافی رکا İsfakat spogada bu iş. از خدا که دراز شود فراز شود ساق باشه. این گنده رو بزن دوستا که گذره
تبریک میکنم سلام باشید Mana arkadaşım var. Ya da güya siz güya dansı. Bana böyle زندگی را دوست دارم از برای مادرم از برای آن که مادر هست بالای سرم. السلام علیکم مهمونای عزیز، خوش آمده به درگاهی داده بیم. امروز زادروز بیم بوده، بیم خیلی تبریک میکنم. صد بدرایه سری محمد ساق سلامت باشه، چی نیت داره نیت تو برسه، دادم که خوشا پیر شده. آمین. ایا مادر تو باشی خور نمیشم، هزار دردم باشد بیمار نمیشم. اگر باشم کنارم مادری جان، در این دنیا دیگر افگار نمیشم. السلام علیکم مهمانان، خوش آمده به درگاه پدر و مادری من امروز مادر عزیزی من جشن زادروز 51 سالگی خودشان را پیشواز کرده ایستادند. من شخصا از نام خودم، از نام خواهرم و از نام برادرم به شما منتداری کردنی هستم که شما مایان رو به همین دنیا آورده، به همین باید رسونده. رحمتی کلام زندگیتون با شکر دادم که دیاتون خوشا پیر شده، الهیم سری مانده صاف و سلامت کرده. رحمتی کلام مادرم جام و دلم به تو جهان را چاکنم و مهرم با توی و من دیگران را چاکنم. آنه جانی من مهربانی من شما را نظم بینم صد بدرایه آخره کم سرزمین و زرمسارم خوب من همزادگاه کوهم در این بخت امیدم میرسد وقتی که من دبخرم روانه میشود سوی آسمان میرود تعریف تو رو رحمت سلامت باشن. حاجی فرخ جان گفتن که مای گلخولا صد شرط میدارم. امروز از نام من مادرم و البته تشکر رسانید که در حقیقت ما را از هیچ کس کم نکردن، از همه زیاد کردن، همراهی پدرم با ما رساندن. چه مشکلی هایی که آمد پسی سر کرده فقط برای ما خوشبختی های زندگی را نشان داده. مادر تو شعری بهترینی من، تو عطر یاسمینی من، تو ماه نازنینی من، خدای در زمینی من. ایا مادر فدایت من، بمیرم من برای تو، نه آید کس به جای تو. همه دنیا نمی ارزد به گرد خاک پای تو. ایا مادر فدایت من. بگذار فدای قدم مادران گردیم که بهیش در زیر قدم مادران است. زادروز مبارک مادران عزیز، مانده نشده و حضور شده من باد هوایی سلطنی تازه حاضر ما صورتهای شوخ تیار کردگی همه کسی که تبریک کردن ماهی گلخولا آمده است برای کتشان میرخستگیش. مرحمت صورت شوخ برای شما یا میرخست.
عاشقی سوداست، سودا بگذرد. چون تماشای جهان یک نوبت است، نوبتی ما و تماشا بگذرد. بیننده های عزیزی ما، من امروز خیلی که گواهی آن گشتید، مادر مهربان را تبریک کردیم، دلی آنها را شاد کردیم. هر بار تاکید میکنیم که دلی کسی را شاد کردن با زیارت کعبه الله برابر است. امروز در حقیقت ما کمی باشد هم از عهده کار برآمدیم و در این خاندان شکوه، شهامت، خرسندی، خوشبختی بخشیدیم. همیشگی و هر وقته تاکید میکنیم با ما باشید. با شبکه شهنان تشکر میرسانیم به هر یکی شما. صحتمند و سربلند باشید.
تویی ای مادری جان مادرم قلبم صدایم نوایم تویی ای مادری جان مادرم شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم گشتی پریشان افتان و خیزان از رنج دنیا از بحر مایان بر جسم و جانم پروا نکردی از جبر دنیا دوا نکردی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم با سرنوازی پرورد ما را بحر جهان آرازی ما را بی تو جهانم معنا ندارد عمر جوانم موا ندارد شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم شیرین زبانم مادرم ای مهربانم مادرم جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک
عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک دل شادم از غم همه آزادم مایان همه دل شادم از غم همه آزادم تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روز نگویتان مبارک مبارک خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در